ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори сеюм. انتهای قرن 20 و آغاز 1000 ساله سیوم بر دوش دولت صاحب استقلال ما وظیفه‌های نو و مسئولیتی بسا بزرگ می‌گذارد. زیرا عصر نوین، عصر فضای بی انتهای دستاوردهای اطلاعاتی، سیستمی دقیق ترین اداره کنی و تکنولوژی جدید انکشاف و تحلیل و خلاصه برآوری و عملهای جوابی خواهد گردید. جهان متمدن و دولت‌های ابرقدرت توسط کشفیات‌های آخرین علم به غصب فضای اطلاعاتی کشورهای قفامانده، حتی سیستم رزویدکه و کانتر رزویدکه، نقطه‌های حفظ اسرار حربی و دولتی، سیستم اخباری و اداره کنی، سیستم نقلیات و کمونیکاسیون، سیستم انشاءات‌های استراتژی و اقتصادی حیاتاً مهم از قبیل شبکه‌های اداره کنی نیروگاه‌های برقی، انتقال گاز و نفت و غیره راه می‌یابند. در عکس حال استقلالیت و صاحب اختیاری چون حرف‌های گوشنواز صدا می‌دهند و کشورهای ابرقدرت می‌توانند دولت‌های عقب مانده را به بازیچه بی‌آزار دست خود تبدیل دهند. انکشاف تمدن و رونق علم و فرهنگ ما در آغاز عصر 21 به نیروی آفرنده و سازنده، عقل و ذکاوت جوینده و نوآور و کاربست دستاوردهای نوین وسایط اطلاعاتی از هر وقت بیشتر نیاز خواهد داشت. چون که عصر آینده برای مردم تاجیکستان عصر دستاوردهای بزرگ استقلال و خودشناسی، عصر امتحان و آزمایش‌های مشکلی سازندگی و بنیادکاری، عصر به صف کشورهای متمدن و پیشرفته عالم راه یافتن جمهوری دموکراتی و دنیوی ما، عصر رشد و کمال و احیای علم و فرهنگ و دولتداری نوین تاجیکان خواهد بود. ما برای ترقیات و پیشروی تمام امکانیت و ذخیره‌های ضروری را داریم. زمینه استواری مادی، تجربه کافی سازندگی، نیروی توانای علمی و ذهنی، وطن آباد و طبیعت زیبا و ناتکرار، بایگری‌های زیرزمینی از سیستم کیمیایی مندلیف افزونتر، منبع‌های بزرگ آب نوشاکی و ذخیره‌های بی‌نظیر استحصال نیروی برق. بایگری از همه بزرگ و بی امثال این خلق زحمتکش، پرطاقت و قوی اراده ما می باشد که تمام مشکلی و مشقت و گرمی و سردی های زندگی را با عزم و اراده شکست ناپذیر و روح بلندی فروتنانه پسی سر می کنند. به کار انداختن همه این اقتدار و بایگری ها و به سطح اقتصاد پیشرفته جهانی رسانیدن تاجیکستان محض به مردمی مهنت دوست و جوانانی با استعداد و جوینده آن وابسته است. امروز فرصتی رسیده است که ملتی با فرهنگ، دولتی صاحب استقلال و مملکتی صاحب تمدن و پیشرفته بودن تاجیکستان را به اهل عالم نشان دهیم. به قدر وطن و وطنداری، به قدر استقلالیت و دولتداری ملی و مهمترین رمزهای آن نشان و پرچم دولتی، سرود ملی،
ارتش ملی، پول ملی و شناسنامه ملی برسیم و از آن افتخار نماییم. استقلالیت را صاحب شدن هنوز کم است. آن را حفظ نمودن، پشتیبانی کردن، تقویت بخشیدن و همچون ارزش مقدس ترین دولت و دولتداری درک نمودن و پاس داشتن ضرور است. استقلالیت این شرف و ناموس وطنداری، افتخار از دولت و ملت خیش و تلاش و زحمتی بر دوامی هر یک فردی بیدار دلی جامعه بهر خودشناسی، معرفت و فرهنگی والاست. استقلالیت این خانه آباد، روی سرخ، سری بلند، زندگی آسایشته و روزگاری آسوده حالانه هر فردی صاحب دولت و صاحب وطن است. ملت تاجیک ملت صاحب معرفت و دارای تمدن عالمگیر است و می سزد که ما و شما ارزش‌های ملی، میراث فرهنگی، تاریخ کهن بنیاد، علم و ادبیات و هنری والای آن را به خاطر رسیدن به قدر استقلالیت، هویت ملی، خودشناسی و دولت و دولتداری نوین پیوسته آموزیم و تلقین نماییم. شاهراه ابریشم، پل زرین گذشته، امروزه و آینده. شهر کیها خفته است و من بعد فارغ شدن از تشویش‌های جمع آمدی امروزه باز کتاب تاجیکان را به دست می‌گیرم. عکسی صدای هزار ساله‌های دور مرا سوی خود می‌خواند و از میان خلوتکده خاموش و پر اسرار تاریخ به سوال‌های بیشمارم پاسخ می‌جویم. در گوشه میز کاری کتاب‌های قرار دارند که به استقبال جشن 1100 سالگی دولت سامانیان به طبع رسیدند و باز چندین کتاب‌های خرد و بزرگی که از گذشته‌های بسا دور و نزدیک تمدن و دولتداری تاجیکان حکایت می‌کنند. دورتر از من در گوشه اتاق کاری نقشه راه ماشینگرد کولاب قلعه خنب خاروخ قلمه آویزان است که چند ساعت پیشتر مورد محاکمه و اندیشرانی های راهبران وزارت نقلیات قرار گرفته بود. راه بزرگ ابریشم بعد سکوت 1000 سالها باز احیا می گردد. در کشادن هر وجبی راه دهها مشکلات دولت تازه استقلال ما را دامنگیر است، مخصوصاً بنیاد قطعه 8 کیلومتری موضع دشت جوم برای راهسازان جمهوری بسا سخت و سنگین افتاد. ولی دیگر چاره نیست. با ناخن باشد هم باید از دل سنگ خارا راه کشاییم. سنت‌های کیها فراموش گشته شاهراه بزرگ ابریشم را در آغاز عصر 21 با تقاضای زمان زنده گردانیم. زمینه پایدار استقلالیت کامل سیاسی و اقتصادی را طرح‌ریزی و بنیاد نماییم. راه دشوار استقلالیت و دولتداری نوین تاجیکان به نظر من به سختی‌های خاراشکنی احیا نمودن و کشادن شاهراه نوی ابریشم شباهت عجیبی دارد. به تاریخ 1000 ساله نبرد آشکار و نهانی استقلالیت خواهی تاجیکان و دهها ملت‌های خرد و بزرگ شهادت می‌دهند که در یگان دور و زمان راه هموار، بی ممانعت و آسانی رسیدن به استقلالیت و دولتداری ملی وجود نداشته است.
صدها فدایی قربان می شوند تا چراغی معرفتی ملت فروزان باشد، مرزهای سرحد و دولت و پهناهای سرزمین اجدادی از گزند دشمنان آسیب نبینند، شاهراهی پیوندی نسلها و قرنها دستاوردهای تمدن گذشته و امروز را با همه وسعت و پهناوری فرا گیرد. کشورکشایی ها و بنیاد راههای کاروانگرد هنوز در دوران طفلی انسانیت آغاز یافته بود و کسی تا کنون عمیق نمی داند که اولین راههای خاکپوش و سنگفرش در کدام کشوری عالم بنیاد شده اند. ولی یک نقطه مسلم است: در ماورای شرق و غرب همگونه آبادانی و بنیاد تمدن عالمگیر از کشادن راهها ابتدا یافته است، زیرا تمدن و ارزش‌های معنوی انسانیت مثل دریایی است که همیشه راهی موافق می‌جوید، مرزها و سرحدهای مختلف را بریده جانب روانه می‌گردد که با راه و روش مناسب استقبالش می‌گیرند. انیق‌ترش تمدن هم مانند دریا سوی میشتابد که برایش راهی هموار و بی‌مانع کشاده‌اند. پدر تاریخ گیرادوت هنگام تصویر سرزمین مصر قدیم و اهرام‌های بی‌زوال آن در بابت ساختن راه به سوی اهرام خیوپس معلومات بسا عجیب و خاطرمانی می آورد که آن دلیلی بی بحثی توسط راهی مناسب و آسانی بارکشانی قامت افراختن نخستین معجزه تمدن بشریت شده می تواند. موافق روایت گیرادوت، فرعون خیوپس جمله مصریان را مجبور می کرد که برای ساختن اهرام زحمت بکشند. بعضی ها وظیفه‌دار بودند که از شاخه‌های تپه‌کوه‌های عرب خرسنگ‌ها را کنده تا ساحل رود نیل رسانند و توسط دریا به ساحل دیگر گذرانند. سنگ‌ها را از کنار مقابل دریا می بایست کسانی دیگر کشانیده به جای ساختمان برسانند. در هر یکی این مکان‌های نام برده 100,000 کس در طول 3 ماه بی تنفس کار می کردند و سپس به جای آنها باز قوه‌های نوی کاری می آوردند. 10 سال تمام خلایق برای کشادن راه رنج بود که توسط آن سنگ‌ها را می کشانیدند. درازی این راه 10 استادی، پهنیش 10 آرگی می آید و در بعضی جایها بلندی این راه به 8 آرگی می رسد. آن با سنگ‌های 4 تراش رویشان تصویردار احاطه شده است. ساختمان راه و انشاءات‌های زیر زمینی 10 سال تمام طول کشیده بنیاد خود اهرام باشد 20 سال دیگر ادامه یافته است. تقریباً 5000 سال از این مقدم در حدود مصر قدیم هنرمندان روزگاری گذشته یادگاری بی‌زوال بنیاد نمودند که چون طبیعت جاودانی است و چون مجسمه آوان طفلی انسانیت تا کنون عقلها را به حیرت می گذارد و این معجزه ناتکرار که از اثر آفتاب و باد و بارانها قریب آسیبی ندیده تا روزگاری ما رسیده است، محض با شرافتی راهی مکمل و دارای امکانیت‌های عجیبی بارکشانی میسر گردید. موافق روایت مورخان عهد قدیم، تراشیدن، سفته کردن و ساویدن تنی تخت سنگ‌ها که نه کمتر از 2.5 تن وزن داشتند در طول راه محض در جریان بارکشانی زینه به زینه صورت می گرفت. اول
تخت سنگ‌های بزرگ را با مدد فانه‌های سختی چوبین کفانده و فانه‌ها در ساعت‌های معین آب می‌ریختند تا ورمیده سنگ را بجغانند، با آلت‌های میسین قدر سفته می‌کردند. سپس تخت سنگ‌ها را با یاری غول عرابه‌ها از بالای راهی عبارت از قسمت‌های شغل ریزه، سنگریزه‌های خرد حجمی درشت، ریگدانه‌های سخت و نفیس می‌کشیدند تا ناهمواری رویه سنگ‌ها قدر سفته گردد. هرچند معماران و مهندسان گذشته و امروز تا کنون از اصولهای کشانیدن، تراشیدن، ساویدن و روی هم چیدن تخت سنگ‌های خرد و کلان اهرام خیاپس تخمین میزنند، از این اهمیت و مقام راه محتشم بارکشانی مصر قدیم ذره نمی کاهد. من این لوحه خاطرمان تاریخی را برای آن آوردم که قدری باشد هم مقام و منزلتی راه در تاریخ تمدن و دولتداری برایمان روشن گردد. این راه‌های خرد و بزرگ عهد قدیم در تاریخ تمدن بشری صحیفه‌های نخستین دولتداری را گشاده، برای پیدایش و رشد و نموی راه‌های بین قطعوی مبادله و تجارت زمینه استوار گذاشتند. شاهراه بزرگ ابریشم یکی از اولین راه‌های کاروانگذری عهد قدیم و عصرهای میانه بود که سرزمین اجدادی ما را به چین و هند، مصر قدیم و بابل، آشور و ماد، بلاد فارس و روم می پیوست. باختر عهد قدیم و سوخت باستانی در چهار سوی شاهراه بزرگ ابریشم قرار داشته، قافله کاروانهای بیشمار از رسته‌های خوش‌طرح و بازارهای آباد این سرزمین پهناوری نیاگان تاجیکان جانب مشرق و مغرب می شتافتند. مرزهای باختر و سوخت از روزهای نخستین تشکل تمدن و دولتداری چون عبورگاهی برخورد منفعت‌های اقتصادی و تجارتی، سر به سر آمدن ارزش‌های فرهنگی و سنت‌های ملی در چهار سوی میدان مبارزه‌های بزرگ قرار گرفته، در همه دور و زمان هویت و اصالت ملی، سیمای تاریخی، دستاوردهای معنوی و ارزش‌های فرهنگی تاجیکان را صرف نظر از هنگامه‌های تاریخ پاس و بیگزند نگاه داشتند. صدای زنگوله کاروان‌های باختریان و سغدیان از دوش کوه‌های سربلندی بدخشان بلند شده تا پهناهای دشت قزاق، ساحل‌های بحر خزر و بلاد فارس، از چین و تیبت تا مرزهای همیشه سبز هند و کشمیر می رسید. هزارها شهرهای خرد و بزرگ، کاروانسرایهای آباد و نظرربا، رسته‌های تجارت و سودا، بازارهای آوازدار و گذرهای هنرمندان و کاسبان در سری چهارراه‌های راه بزرگ ابریشم قامت افراخته بودند. مس اسب‌های بدوی باختری و اشترهای آوازداری دوکوهانه در کشادن و مقام عالمگیر پیدا کردن راه بزرگ ابریشم خدمتی بی اندازه بزرگ کردند. به گمان من مقام و مرتبه اسب و اشترهای باختری را در آن زمان تنها با شهرت ابریشم عالمگیری چین مقایسه می توان کرد. سخن دراز شود هم باید گفت که قنارهای پرباری متاعهای ابریشمین بلاد چین اکثراً با شرافت سوداگران سغدی و باختری و اسب و اشترهای خوشذات آنها به کشورهای سیرشماری مشرق و مغرب راه می کشد. متاعهای نفیس ابریشمین در آن روزگار قدیم
والاترین متاع و لباس اشراف زاده های باختر و سوخت فارس و یونان و مصر و بابل به شمار می رفت. عیناً مثل همین اسب‌های خوش‌ذاتی باختری نیز در 4 گوشه عالم اشتیاقمندان و خریداران خود را داشتند. وطن متاع‌های آوازدار ابریشمین بلاد چین باشد، وطن اسب و اشترهای پرطاقت کاروانگرد سرزمینی سابقه نیاگان تاجیکان باختر و سوخت بود. ناگفته نماند که شاهی نفیس، حریر و پرند و دیبا و کیمهای چینی در بازارهای آوازدار عالم با وزن طلا برکشیده می شدند. اسرار بافتن این متاعها را چون سری مهمی دولتی حفظ می کردند و شخصانی را که این اسرار را افشا نمودند به کشتن می دادند. ولی این سر تا آخر بر جا نماند. شاهبانوی چینی به یکی از شاهزاده های سکایی مرز ختن و سوخت به شوهر برآمده تخم کرم ابریشم و درختی توت را در قبط مویها و سرپوشکی با دبدبه اش خسته از چین بیرون برد. و در نوبت خود سیاحان و سوداگران چینی از پای خوشذاتی تخاری، باختری سابق و تخم غذایی همیشه سبز آن از پیست یونچقه را از باختر و سوخت به چین بردند. شاید سؤال پیش آید که از قله های کسناگذری بدخشان امروز در انتهای قرن 20 با مشکلی های زیاد راه می کشایند و چگونه می توان در 1000 ساله یکمی تا میلاد، یعنی تقریباً 2,500 سال پیش از این، از بابت راه آباد کاروانگذر در مرزهای بدخشان حرف زد. بهترین دلیل برای اثبات فکر آوردن سند و سرچشمه های تاریخی است و ما نیز اول به کتیبه قصر شوش رومی آریم که آن با 3 زبان، فارسی قدیم، ایلامی و بابوری، در تنی ستون و لوحه های مرمری قصر دارا ثبت شده اند. آغاز ساختمان قصر شوش به سال 520 تا میلاد راست آمده. تقریباً 2,500 سال قبل از این چندین نمودی مصارح نادری ساختمان از سرزمین سابقه آسیای میانه برده شده است. در این کتیبه یاد می شود که از باختر طلا، از سوخت لاجورد، از خوارزم فیروزه، از هندوستان و حبشستان استخوان فیل آورده شدند. جای شبهه نیست که همان سنگی کبودی در کتیبه با نام کساکا کپاوتاکا ذکر شده، سنگی لاجوردی بدخشان بوده توسط تاجران سغدی به مرزهای دولت هخامنشیان راه یافته است. ناگفته نماند که راه قدیمه کاروانگرد هندوستان توسط قلمرو باختر و حدودهای بدخشان می گذشت که آن وقتها بدخشان یک پاره سرزمینی باختر به شمار می رفت. و گمان یقین آن است که استخوان فیل نیز از همین راه با کاروانی سوداگرانی باختری و هندی به پایگاه قصر شوش برده شده است. می توان باز هم به زمانهای قدیمتر رو آورده در اساس دستاوردهای علمی باستانشناسی استخراج و به سودا برآوردن لاجورد بدخشان را 4,500 سال مقدم تخمین کرد. باستانشناسان ضمن حفریات مقبره ملکه شوبات 1000 ساله 3 تا میلاد واقع در بین النهرین مهره‌ها و جام‌های طلایی را پیدا نمودند که در ساختن آنها از لاجورد بدخشان استفاده شده بود. در شمال هند از خرابه‌های موهنجودارو،
نیز باستانشناسان اشیای از لاجورد ساخته را پیدا کردند که به عقیده عالمان آنها 5000 سال عمر دارند. موافق معلومات حدود العالم که از زمان تألیف آن بیش از 1000 سال گذشته، عاید به تمدن خلقهای آسیای میانه مواد فراوانی جغرافی و تاریخی می دهد. شهرهای نیشاپور، نیسا، توس، هری، خوجستان، بادغیس، سرخس، مرو، طارقان، بلخ، سمنگان، اندراب، کابل، بوست، بدخشان و بسیار شهرهای خرد و بزرگ به خراسان منسوب بودند. از بس که هدف ما یافتن نشانی از منزلهای آباد و راههای رفت و آی کناری باختر قدیم دیرتر با نام ماوراء النهر و خراسان معمول گشته است می باشد، ناچار حرف را مختصر کرده معلومات منسوبی بدخشان را از حدود العالم ذکر می نماییم. بدخشان شهری است بسیار نعمت و جایی بازرگانان و اندر وی معدن سیم است و زر و بیجاده و لاجورد و از تبت تیبت مشک بدان جا برند. در قسمت توصیف حدود ماوراء النهر و شهرهای وی ما از حدود العالم معلومات‌های باز هم جالب تری را دسترس می نماییم. دری تبت دیه است و آنجا دری است بر کوه نهاده و آنجا مسلمانانند که باز ایستند و راه نگاه دارند و چون از این در بیرون شوی به حدودی و خان اندر افتد. سنگلیج به دامنی کوه است و معدنی بیجادهی بدخشی و لعل اندرین کوه است و از معدن تا به تبت 1 روز و نیم راه است. اندراس شهری است که اندر وی تبتیانند و هندوان و از آنجا تا کشمیر 2 روزه راه است و آن خانه ها که اندر صورت میانی رهود و ملتان است همه ده خاست و منزل های کاروان است. از این پاره مختصری اقتباس ها پی میبریم که بدخشان 1000 سال از این مقدم وطنی بازرگانان، مکانی استخراج سیم و زر، بیجاده و لاجورد بوده، با سرزمینی تیبت و هند و کشمیر داد و گرفت و رفت و آ داشته است. گذشته از این می توان افزود که به سرزمینی بدخشان و خان و شغنان و دیگر شهرهای دورتری قلمروی خراسان و ماوراء النهر توسط تیبت بازرگانانی هندوچین مال و متاع افزونی می آوردند. طبق معلومات حدود العالم از چین متاعهای ابریشمینی، حریر، پرند، دیبا، گزوارهای پختگینی گوناگون و اشیاهای نفیس از جمله دسته‌های کارد وارد می شده است. از هندوستان و بدخشان داروهای گوناگون، مشک، عود، عنبر، کافور، گوهرهای گرانبها از قبیل مروارید، یاقوت، الماس، همچنین جامه‌های خوشخرید می آوردند که سپس به کشورهای دیگر انتقال داده می شده است و همه چیزهای هندوستان به تبت افتاد و از تبت به شهرهای مسلمانان افتاد. شنونده های گرامی، شما گفتار سیوم را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیده. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.